بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درس أو من كتاب أو رسالة شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. هناك ما درس خود را دوام می‌دهیم از رساله شروط الصلاة از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالی. ما در درس‌های گذشته یا که در درس گذشته گذاشتیم چرا فرض‌های طهارت را، فرض‌های وضو را که از 6 تا عبارت می‌باشند و یک تا واجب داشت و همون چی بود؟ یعنی در برابر به یاد رسیدن چه بسم الله گفتن. درس امروزه آغاز می شود آنجا که می فرماد و نواقضه ثمانیه: الخارج من السبیلین والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. نیز شیخ الاسلام می‌فرماید شکننده های وضو 8 تا میباشند، یعنی 8 چیز است که طهارت میشکند. الخارج من السبیلین، هر چی که از پیش و پس برآید، هر چی که از پیش و یعنی که از اندام پیش و از عقب برآید طهارت میشکند. و الخارج الفاحش النجس من الجسد، یعنی هر چیزی که از حد زیاد نجاست باشد از جسد برآید، میشوگیریم یکون فساده، یکون چیزی که از بدن برآید، یکون فساده، یکون یاره برای طهارت میشکند گفته شده. و زوال العقل، و از عقل بیگانه شدن نیز چی طهارت میشکند. و مس المرأة بشهوة، و رسیدن زن، خواهی زنی خود باشد، خود تصادفاً یکون زنی بیگانه باشد، اگر مثال گرم یکون جای عضوت رسد چی طهارت میشکند گفته شده است. ولی این مسئله خلافی است. صحیح آن است که رسیدن زن، قپیدن زن، این از شکننده های وضو حسابیده نمی شود. اگر مبادا در وقت رسیدن مبادا یکون چیز خارج شود، یعنی که یکون اگه بدیلین یکون چیز خارج شود، در این حین یعنی که این مسئله دیگه طهارت به سبب همون برآمدن چیز شکسته میشود گفته میشد. اما به سبب رسیدن خواب شهوت باشه، خواب بی شهوت باشه نمیشکنه. اختلاف است. بعضی علما گفتن که قسم علما گفتن که اگر به شهوت رسیدگی باشد میشکنه. بعضی گفتن که اگر به شهوت هم رسیدگی باشد نمیشه. بعضی کسا گفتن که یعنی خواب به شهوت رسید و خواب بی شهوت باشد میشکنه. همین. و مس الفرج بالید، و اندام نهانی را عورت رسیدن قبلا کان او دبرا، خواب پیش باشد خواب پس، یعنی که کسی عورت خودش یا عورت دیگر کسی رسد طهارتش میشکند. و اکل لحم الجزور، و خوردن گوشتی اشتر، و دیگر از شکنندهای طهارت خوردن گوشتی اشتر است. و تغسیل المیت، و مرده را شستن، یعنی کسی که یکون شخصی مردگی را شوید بعد از شستن او باید که طهارت نو کنه گفته شده است. ولی این مثلا نیز مسئله خلافی است. خلاصه صحیح آن است که طهارت نمیشکند، یعنی که مرده را شستن طهارت نمیشکند. و ردت عن الاسلامی، و از اسلام مرتد شدن. از اسلام چی مرتد شدن؟ یعنی کسی که از اسلام خارج شود، مرتد شود، اعوذ بالله، یعنی که الله ما را نگهدار باشه از این کار، طهارتش میشکند گفته شده است. یعنی که دوباره اگر اسلام قبول کنند باید که طهارتی نو کنند. این بود یعنی بارک الله فیکم 8 به گفته یعنی که شیخ الاسلام شکننده طهارت 8 تا، هر چی که از پیش پس برای هر نجاستی که از بدن خارج شود، یعنی که از پیش پس هم نباشد. و از عقل بیگانه شدن خواهد و بیهوش شدن باشد، خواه یکون چیزی مدهوش کننده نوشیدگی باشه که اوکال کردگی باشد. و میفرماید که رسیدن زن با شهوت، خلاصه صحیح آن است که خواه با شهوت باشه، خواه بی شهوت طهارت نمیشکند.
و رسیدن اندام نهانی با دست، خب اندام نهانی خودش باشه، خب بیگانه باشه، خب کسی دیگر باشد، خب پیش باشد، خب پس باشد، و به خوردن گوشت اشتر نیز طهارت میشکند و مرده را شستن طهارت را میشکند، ولی صحیح آن است که طهارت نمیشکند و از اسلام مرتد شدن بوده است. الله سبحانه و تعالی کدام ما و شما را از مرتدی نگه داشته باشد. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.